دوستان آموزش سیمکشی حتما تا آخر ببینید، لایکش کنید، ذخیرش کنید، خواهش میکنم، دارم زحمت میکشم براتون، شما یه محبت بکنید جای دوری نمیره. دوستان عزیز ببینید، شما سیمکشی که خریداری میکنید رنگ بندی خیلی مهمه و فیش ها. خب اینا رو همه رو تا آخر ببینید، لازمتون میشه. اولین کاری که میکنید سیمکشی میخرید، سیمکشی رو پهن کنید رو زمین که بفهمید چی به چیه، کی به کیه، کی روی کیه، کی زیر کیه. خب بعد سیمکشی رو به این صورت بذارید، اشتباه نذارید. نگاه این قسمتی که این شکلیه میره عقب موتور، این سیم میاد رو کله چراغ موتور و اینا وسط. فیشا رو الان بهتون توضیح میدم. ببینید این قسمتی که گذاشتید تو کله چراغ اوکی، اینا رو من رنگ بندیشون دونه دونه بهتون میگم. میرسیم به اولین فیش. این فیش دوستان به ترانزیستور شما وصل میشه، یادتون بمونه دیگه، این به ترانزیستور وصل میشه، این دو فیشه. اوکی. خب این سیم به شارژر شما وصل میشه. این سیمی که اینجا میبینید به بوبین شما وصل میشه که داخل کاسه برق. فیشایی که از کاسه برق اومده داخل همین وصل میکنید، نر و ماده همشون. این سیمی که اینجا میبینید یک دونه خاکستری یه دونه مشکی به اتومات راهنماتون وصل میشه. خب بعد سیم مشکی با سیم سبز با خط زردی که میبینید این به استوپشن عقبتون وصل میشه، ترمز میگیرید خطر روشن میشه. اینم که دیگه فیوز باتریه. این سیم مثبت قرمزه، این مثبت کلفته، سبز منفیه. منفی اتصال به بدن است، مثبت متغیره. مثبت رفت و برگشتی داره، مثلا یه برقی میره به کلید که قطع و وصل میشه و یه خروجی میره به لامپ، فهمیدید؟ به راهنما، به بوق و همه همینجوره. و اینم میاد به خطر عقبتون وصل میشه. کنار من دونه دونه براتون قشنگ توضیح میدم، یاد بگیرید خودتون وصلش کنید، هیچ چی نداره، خودتون رو نگران نکنید. من اینجا. خب دوستان بریم سراغ سیم کشی. ببینید خواهشاً گوش کنید. خب حرفایی که من میگم رو کاغذ بنویسید که قاطی نکنید، یا فیلم دوباره ببینید، اگه لایکش نکردید لایکش کنید، یا اگه نمیتونید ببینید ذخیرهش کنید بعداً ببینید، لازمتون میشه. آقا اینو بهتون گفتم، این میفته روی گلگیر عقبتون که مال سیمهای خطر عقبتونه، مال راهنمای عقبتونه. اوکی؟ خب حالا نگاه این سیم قهوه‌ای رو که شما میبینید، این سیم بچه‌ها مال لامپ روشنایی خطر عقبتونه. این مستقیم وصل میشه به خطر عقبتون. اوکی؟ همیشه روشنه. حالا سیم سبزی که میبینید دوستان، سبز 3 تا شما اینجا میبینید. خب ولی نگاه 2 تا، 3 تا نیست، مراقب باشید اشتباه وصل نکنید. این سیم سبز با خط زرد مال استوپشنتونه، یعنی هر وقت ترمز بگیرید خطر عقب روشن بشه. این 2 تا سبز دیگه، این 2 تا سبز دیگه ای که شما دارید میبینید دوستان مال منفی خطر عقبتونه. خب و منفی راهنما. نگاه اینی که 2 فیش مال راهنمایی که 2 تا منفی راهنما به این وصل میشه، این یه دونه ای که میبینید منفی خطر بهش وصل میشه و راهنمای راست شما به سیم آبی وصل میشه، راهنمای چپتون به نارنجی وصل میشه. پس اینو کامل فهمیدید دیگه، تموم شده رفت. یک مرور خلاصه بکنم ملکه ذهنتون بشه. برق اصلی خطر عقب قهوه‌ای و سبز زرد مال استوپشن خطر عقب و سبز تک کنتاک مال منفی خطر عقبتون، آبی راهنمای راست، نارنجی راهنمای چپ و سبز 2 کنتاک واسه منفی 2 تا راهنما. اینو دیگه همتون فهمیدید، یعنی واقعا اگه کسی نفهمه دیگه هیچی دیگه. به این راحتی و واضحی توضیح دارم. بریم سراغ ادامه که براتون همه رو توضیح بدم. ورق بزن. این فیوز باتری دوستان وصل هست. خب فیوز ماشینیه، فیوز موتوری در 2 مدلن، یه مدل شیشه‌ای قدیمی، این مدل جدید فیوز ماشینیه. خب که می‌بینید مثبت رفته بهش. این برای چی؟ اینو حتما بذارید. اگه یه زمانی این فیوز یه سره کنید، چنانچه اتصالی در مدار موتور رخ بده، باعث آتش سوزی و سوختن سیم کشی میشه. پس این فیوز رو حتما بذارید که چنانچه اتصالی ایجاد بشه فیوز اول بسوزه. اوکی؟ تموم شد رفت. خب بریم سراغ این ور. سیم استوپشن خطر عقب. استوپشن دقیقاً یه چیزی فنر مانند مشکی اینقدیه که ترمز که میگیرید به پدال ترمز وصل میشه، ترمز که میگیرید با فنر کشیده میشه اهرمش و باعث اتصال میشه و خطر عقبتون روشن میشه. یه سیم مشکی داره که از سویچ میاد. خب و این برق اصلی ورودی شماه و سبز زردم خروجی شماه. شما فقط استوپشن رو به این 2 تا وصل کنید، این تو مدار هست. فیشی که اینجا میبینید دوستان، این فیش برق اصلی موتور شماه. این منبع تغذیه موتور شما، فلک برق شما از تو انجین فیش اومده بیرون، این به این وصل میشه که واسه روشنایی و واسه برق اصلی موتورتون اینا.
سیم مشکی با خط قرمز برق ورودی اصلی شما که دارید میبینید. اوکی. سیم منفی که دارید میبینید این به باتری وصل میشه که میبینید یه پیچ میره داخلش به باتری وصل میشه و اینم به باتری وصل میشه که اینم همونجوره. اینو یه عایق گذاشتن که اتصالی نکنه. اوکی، اینو فهمیدید. اینجا یه سیم مشکی دارید با یه سیم خاکستری و مشکی. این بس میشه به اتومات راهنماتون. این صدا راهنما بود براتون در آوردم. این واسه راهنمایی. اگه این نباشه راهنماتون روشن نمیشه. اگه این دوتا رو به هم وصل کنین راهنما روشن میشه ولی چشمک نمیزنه. پس این به اتومات راهنماتون وصل میشه. ورق بزن. خب دوستان، اینجا شما دارید یک دونه فیش 4 سوراخ می‌بینید. این به شارژر موتورتون وصل میشه. شارژرها در دو مدلن، شارژرهای ولومدار و معمولی. 4 سیمه، 5 سیم هم هست. خب این به شارژر شما وصل میشه. سیمی که اینجا می‌بینید این به کویل شما وصل میشه. نگاه کنید، این به منفی کویل وصل میشه. اون پیچی که به تنه وصل میکنه کویل، این به منفی وصل میشه و این ورودی کویل، این مثبت کویله که این از ترانزیستور میاد. دوستان نگاه، این از ترانزیستور میاد. این فیش به ترانزیستور وصل میشه. همون قطعه سیاهی که میبینید، یه قطعه سیاهی که فیشاش زده بالا مثل تابوت میت میمونه و این به اون وصل میشه و فیشاش هم نمیتونه هیچ جور دیگه وصل کنید. نگاه به این طرف وصل میشه. تمام شده رفت. اینم فهمیدید چیکار شد. و میرسیم به این قسمت که شما دارید میبینید. اینجا یک کم سخت‌تره ولی اینم کامل براتون توضیح میدم. دوستان عزیز، اینجا یک کم شاید گوسپیچ بشید، اصلا خودتون ناراحت نکنید. من اینجام تا متوجه بشید. نگاه خود کارخونه انقدر شعور داشت که یه چسب برق بزنه که اینا از هم سوا بشه. خب نگاه کنید دوستان، این قلوه این مال به حساب سیمکشی ها با هم متفاوته ولی من این سیمکشی در دسترسم بود، اینو گفتم براتون توضیح بدم. نگاه، یه سیم زردی رو شما دارید اینجا میبینید. خب این سیم زرد، این سیم زرد سیم مثبت ورودی قلوه سمت راست موتور شما. اوکی، یعنی چی؟ یعنی این وصل میشه به حساب. نگاه این رنگا رو بچه‌ها اصلا اینجوری بهتون میگم، اگه موتورتون در حده قلوه‌تون هم نو باشه فقط رنگا رو به هم وصل کنید. قلوه سمت راستتون هر فیشی داره به همون وصل کنید. اینجوری بگم متوجه میشید. خب که دیگه قاطی پاتی نکنید مغزتون به هم بریزه. نگاه، لامپ قلوه سمت راست واسه روشنایی دیگه، درسته؟ متوجه بشید. هر سیمو به خودش وصل کنیم. زرد برق ورودی، قهوه‌ای خروجی که شما دارید میبینید اینجا، این قهوه‌ای رو. بعد این سیم سبز با خط زرد، این واسه استوپشنه. این آبی واسه سو بالا پایینه، سفید واسه سو بالا پایینه که اینا اگه ببینید خود به حساب لامپ چراغ جلوتون 3 تا سیم داره. یه سیم آبی، یکی سفید، یکی سبز که از همین میاد به وصل میشه. نگاه کنیم، این سفید و زرد. اوکی، خب سبز زردم بهتون گفتم برای چیه و این هم از این دیگه، چیز دیگه این نداره. حالا میرسیم به قلوه سمت چپ. قلوه سمت چپ بچه‌ها ببینید یک سیم خاکستری داره که ورودی کلید راهنماتونه. خب سیم خاکستری بچه‌ها باید حواستون باشه، سیم خاکستری داره از این میاد. نگاه این سیم ها، برق اصلی وارد اتومات راهنما میشه. برق اصلی وارد اتومات راهنما میشه و از خاکستری میاد مستقیم اینجا وصل میشه به سیم قلوه سمت چپتون، به خاکستری. و از آبی که دارید میبینید، این آبی وصل میشه به راهنمای راست و نارنجی وصل میشه به راهنمای چپ. یه دونه سیم مشکی دارید اینجا که این برق ورودی بوقتونه. خب برق ورودی از سویچ مشکی میاد میره به بوق و سبز یا رنگش مختلفه، در بعضی ها سفیده، در بعضی ها چیزه، اون وصل میشه به بوق موتورتون. گرفتید چیکار شد؟ و هیچی جز این نداره. سیم کشی به همین راحتی بچه‌ها وصل میشه. اصلا خودتون رو نگران نکنید. ان شاءالله که موفق و پیروز باشید. این آموزش رو حتما لایک کنید، برای دوستاتون بفرستید، ذخیره‌اش کنید. عشقید یا علی.